سوال جدی؟ بودیو بزن تو ماشین نه. باشه، بنابراین سوال جدی. سوال جدی. اگه بنا به اجباری حستو نداشتی اون کدوم بود؟ در حال حاضر حس شنوایی. این یه سوال جدیه کینزی. بعدی. بیمزه. تایلر. تکرار باشه، سربازجوی پا نداره. از اوهایو تو الان این اولین جمله‌ایه که گفتی. مگه اوهایو چیزی گفتم؟ آره گفتی اینجا رو اوهایو هستی. درسته. حالا من یه سوال جدی دارم. تو همین الان داشتی چی کار میکردی اگه هنوز سیاتل بودی؟ یا داشتم با استوارت وایت فورتنایت بازی میکردم یا داشتم با استوارت چیس فورتنایت بازی میکردم. خودت چی کار میکردی تای؟ با سارا جانسن سفر تفریحی اسکی تو فرانسه بودم. اسپانیا خیلی بهتره. چرا هیچکس بازی رو جدی نمیگیره؟ اصلا نمیخوام حس بویایی ما از دست بدم. بو به خاطر وصله. وقتی من و پدرتون یه خونه میفروختیم یه لیمو خورد میکردیم توی دفع زباله. بوی رنگو میپوشوند. هیچکس بوی رنگ دوست نداره، اما همه خاطره خوبی از بوی لیمو دارن. اینجا رو باش، رسیدیم. خب یکم وایسیم شهر رو بگردیم؟ آره. کی دلش بستنی میخواد؟ من. اینم پرسیدن داره؟ بجام روفس. زمان خلوتی مغازه است. فقط زنای حامله و خودآزارا تو این هوا بستنی میخونن. ما دومی هستیم. چه دستبند قشنگی. ممنون. مهمون مایید خانم لک. چون تازه واردی. خیلی محبت داریم. اعانه لازم نداریم. مهمون نوازیه. به متسون خوش اومدی. از کجا فامیلمونو فهمی؟ چه باحال. ما پول داریم؟ مطمئن نیستم پول دار باشیم، اما میدونم خیلی خیلی خوششانسیم. آره خیلی خوششانسی. خیلی بزرگتر از عکساست. همینطور شبیه خونه نورمن بیتزه. چرا پدر ما رو نمی آورد اینجا؟ میگفته این مکان دقاور از سر آدمای ناشکر زیاده. به بیان دیگه؟ به کیاس یا خونه کلیدی خوش اومدی. سلام عمو دانکه. بچه‌ها یه خونه داریم که اسم داره. بازی با کلمات سنت خانواده ایلات. بوستون چطور بود؟ خوب بود. برای همتون یه چیزی آوردم تا نشونه‌ای برای نخستین ورود به خونه نیاکانتون باشه. خواستم گلدون میگیرم اما داشت دیر میشد و نمیخواستم اساس برام معطل بشم. پس این برای شما، این برای شما. خب کی میخواد بیاد داخل؟ من. خب بیا بریم. آره. اینجا. خب
اون یکی ماشینتونم که دیدید رسیده. اساس که شد تمام جواباتون رو آوردم، پس فقط لازمه بازشون کنید. خدای من تمام کف ساختمون اصله. آره تمامش اصله. یه تور سری. این اتاق پذیراییه. اتاق پذیرایی؟ اینجا مناسب توه کینزی. میتونی اینجا مثل عمودان که نقاشی بکشی. تو اتاق پذیرایی فقط می نوشن یا بعد از شام سیگار میکشن. خنگ خدا. یعنی نمیشه نقاشی کشید؟ و اینجام اتاق مطالعه زمستونی. نیاکانمون کتابخونه بزرگی گرد آوردن. موضوعات تاریخی، جنگ‌های استقلال، تاریخ متسون، جنگ افزار. وای شیفته خوندنشم. خب ماشین رختشویی و خوشکن تو زیر زمینم. پایین پله ها سمت چپ. چقدر سرده. عایق‌بندی ساختمون تا حالا عوض شده؟ چیزی که نیست نمیتونه عوض شده باشه. این خونه خیلی بزرگه. همینطور ادامه داره. و اینجام اتاق نشیمنه. چند کاربردیه. اتاق اصلی، گالری، عکس‌های ترسناک. اینا کیه؟ خب این دیون لاکه. بالاترین امتیاز دستگاه بازی رو تو پیتزا فروشی استین داره. و اینم اسنوکی، لیمونجلو، باز لایتیر، اسنوکی دوم، فیبی، چندلر و مانیکا. اما مشهورترین فامیلمون که کسی ندیده، هیولای لاکنس. هیولای لخنس درستشه. تور ما شامل آشپزخونم میشه. عالیه. خب بچه‌ها برید وسایلتون رو بیارید. خیلی کار داریم. تایلر اتاق تو کدومه؟ تو برام انتخاب کن. طرح موضوع دار. میخوام برم مدرسه پارسوز برای برنامه تابستونیشون. طرح با موضوع دوچرخه. کشیدنش خیلی سخته. دقیقاً. کج و بد شده. کج و مابج ایراد نیست. از پیکاسو بپرس. آره. پدر اینجا بود این کارو نمی کردی. اگه پدر اینجا بود ما سیاتل بودیم خنگول. سوال جدی تایلر. حالت خوبه؟ یعنی میدونم هیچ کدوم خوب نیستیم اما انگار خیلی پریشونی. میدونم تو و پدر پیش از اینه با هم نمی ساختین. خودت خوبی؟ آره خوبم. داری دروغ میگی. باورم نمیشه پسر میدونست ما کی هستیم. بهش عادت کن. فردا تو مدرسه بدترم میشه. میخوای یه چیز احمقانه بدونی؟ وقتی اینجا رو دیدم همون لحظه دلم خواست یه عکس برای پدر بفرستم. از اینجا خوشش میومد. میدونی چی؟ باید بفرستیم. زود باش. از دوردست برات آغوش مجازی میفرستیم.
دوست داریم پدر.